خدا رحمت کنه حضرت مولوی را قصه میکنه. میگه آنیا که قچ داشت از پس میکشید، دست قچ را برد و حبلش را برید. یک آدم یک قشقور داشته است، قشقور را که بازار فروختنی آورده است. آدم دیهاتی بیچاره ساده در همون بین ازدحام یک دست کثافت بند میبره و قشقور را میگیره میره. این خبر نداره یا بند خوری را کشه کرده اومده است. چون که آگاه شد دوان شد چپ راست تا ببیند کانقه چی برده کجاست. یا وقت دیگه که بند کشول به زمین بیچاره دیگه چپ راست تازان دویده است که قشقور کجا شده باشه، کی برده باشش. بر سری چاه بدید اون دزد را. او را دیدن که آدمی سوده لوحه کرد و آدمی سوده را که یفتن خوره سوخته و بعد فند فریب کردن میگیرن. بر سری چاه بدید اون دزد را که فغان میکرد ایوا ویلتو. خودش بیچاره گوسفند چگون کرده است گفته است این کثافت همین دزد در سری چاه گریه و ناله داره وای داد خونم سوخت. آدمی ساده با هم دل صاف نمیشود. گفت نالان از چی ای استاد؟ گفت همیان زرم در چه فتاد. ای بچه گفت چی در داری چی گریه میکنی؟ گفت میخواستم آب بخورم دزد میگه میخواستم آب بخورم که خلطه تیلو هم در دوری آب غلطی. زمانهای پیش پولی کاغذی نبود که یا درهم بود پولی نقره یا دینار پولی تیلو. عادتا در دوری خلطه‌ک میگرفتن، همون را یا در گردنشو کشول میکردن یا در پهلوشو میبستنش. گفت میخواستم آب بگیرم که در دوری همون چاه غلطید خلطم، من آب بازی کردن نمیتونم. گر توانی در روی بیرون کشی خمس بید هم مرتو را با دل خوشی. اگر دستی آب داشته باشی بدرو همون را بکش برور ای همی 5 یک حصهش ای شیر مادرت حلال میتونه. 500 دینار بیستانی بد است. او خالته در 100 تنگه تیلو بد میگه. این خمسش 20 دینار میشه واقعی. گفت او این خود بهای 10 فچ است. گر در بربسته شد 10 در کشد، گر قچه شد حق ایوز اشتر بیداد. این مردک فکر کرد ای کجا قشقار میکوی مردی سودا. اوغی اگر 20 دینار هم بتا در این 20 دینار ما 10 تا قشقار فصال پیش بازار را میخرم. این خدای بزرگ رو ببین یک قشقار گوشی در جای قشقار یک کلیه شتر اومد. جامه ها را کند اندر آب رفت، جامه ها را برد هم آن دزدی تفت. جامه ها شب رواد بچوره تای ایزور کرد اومد این خونه سوخته دزد جامه ها هم گریف برفت. و حضرت نصیحت میکنه حیل سواری توبه شو بر دزد رس، جامه ها 20 تن از دزد باز پس. این مسلمان میگه من قصه ایت را کرده استم. او خونه سوخته دزد شیطان های طاعت عبادات تبورد است، شرم حیا تبورد دیگر هیچی نمونده است. آخی اکامی توبه مونده است. همین اسبی مستی توبه آن همین اسب سوارش قمچین کنه دست دبه قم جمعات ها بگی. مرکبی توبه عجایب مرکب است، بر فلک توزد به یک لحظه زی پس. این اسبی مست میگه همین که مرکبی هست که انشالله در همین یک لحظه به عثمان هفتم هم میبره میرسونه. لیک مرکب رو نگه میدار از آن کو بدزدید آن اباید را نهان. اما هوش تا سر از بگه که ما اسب تا ندزده همین دزدیدن اسب چیه خیلی بد میکنم ده بد میکنم ده انا می طلب دادن این وقت هایی. برای این ماهی بزرگ برای انا می طلب استغفار بهترین وقت بهترین مورد است. برادرای عزیز الحمدلله رب العالمین اکثر مردم در همین ماه شریف رمضان میبینی که اهل مسجد میشوند، نمازخوان میشوند. این قدر نمازخانه که در بامداد در همین رمضان هست در غیر رمضان قرار نمیاد. چی بس آدمایی هستند که تا رمضان دیگه بعد مسجد با بدرود میگن خیر معذور میکنن. برای اقلا در این ماه شریف رمضان از فرصت استفاده بودن نکن. این رحمت پروردگاره. این کاری هست که خدا از تو خوشنود میشود. خداوند عبادات قبول میکنه، در این رحمت مغفرت برود باز میکنه. و اما اللتان لا غنا بكم عنهما فتسألون الله الجنة و تعوذون من النار.
اما او دو چیزی که برای شما بسیار مهم و لازم است. اولش از خدای تعالی طلب جنت کنید، از پروردگار طلب جنت کنید. اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه، در ماه شریف رمضان دری همه هشت در جنت باز است. از خدا طلب جنت کنید و از آتش جانسوز جهنم با پروردگار پناه ببرید و بگید خدایا از آتش جهنم نجات ما بده. الحمدلله رب العالمین. همیشه در ذکرام و در هر نماز تراویح 5 مرتبه همین را میگم: لا اله الا الله نستغفر الله نسألك الجنة و نعوذ بك من النار. خشمانم میتونم خوری گفته سری آموز شده بگیرید. وقتی ما بچه بودیم یادم است عجیب مردم تیز میگفتن اگه جای خاریای بلبل بود در اون وقت زمان بیچاره مسافرکان میگفتن یک تشمی سبحان ذی الملک و الملکوت میگفت هیچ مصرع دیگه شم میگیرید میرفت یا با سیم شو دیگرش تکرار میکرد. اما در همین لا اله الا الله نستغفر الله تمام مسجد به یک آواز میگفتن. باور میکنه که مسجد میجنگید. او وقت مسجد هم کم بود خانه ها دا میخوندن مهمون خانه ها دا به خدا صدا میداد. صداش همه میشنیدن. خشمونه میتا اقلا در همون لا اله الا الله نستغفر الله همراه قاری سری آواز شد میگید. حالا که همه برای ما را بسیار لازم و مهم است از آتش جانسوز جهنم پناه بردن، از پروردگاری بزرگ طلب جنت کردن. خداوند طاعت و عبادات ما در این ماه بزرگ قبول کنه. پروردگار زبانمون با گفتن کلمه شهادت عادت بکنه که بعد رمضان هم دیگه کلمه طیبه و کلمه شهادت از زبان مکنده نشود. پروردگار بزرگ غیرت همت ما بده که هرچی بیشتر و زیادتر از خدای بزرگ طلب استغفار کنید. این گناهامو که از روی سر بیشتر و زیادتر است با شرافتی طلب استغفار در این ماه آمرزیده شود. پروردگار و غیرت همت ما بده که همیشه هم شب و هم روز و همیشگی از طلب جنت داشته باشیم، از آتش جهنم به پناه ببریم. خداوند و خیرات احسانات حاجی یوسف به درگاه بی‌نیاز قبول فرماید. در نامه اعمالش ثبت گردان. روح پدر مرحوم شد در عالم برزخ از اعمال نیک فرزندان شاد و مسرور گردان. پروردگار را با ما زنده ها را حیات اسلامی و مرگ اسلامی و محشور گشتن فرد و روز قیامت زیر لوای محمدی صلی الله علیه و سلم نصیب و روزی گردان. آمین یا رب العالمین.